منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و ازبکستان بازی جالب و دیدنی را نمایش گذاشتند که حتی فینال چنین شوق‌آور صورت نگرفت. در دقیقه دوم واخوری الکی تیم ملی فوتبال ازبکستان با گل زده الهامجان همرویف پیش صف گردید. پس از 3 دقیقه البек толкинов از یک وضعیت دیگری گلزنی ثمرناک استفاده کرده توپ را وارد توری دروازه فیروزبек مرادов ساخته حساب را 2-0 گردانید. با فرقیت 2 گل منتخب فوتبال ازبکستان پیش صف بود، اما شاگردان پیرو واحیدوف پس از 2 گل سرداده گویا که از خواب بیدار شدند. سمندر ریزوموف 1 گل به دروازه رقیبان وارد نموده حساب را 1-2 گردانید. فوتبالبازان کشور ما مبارزه را ادامه دادند. در جریان این واخوری کامران علیف مراتبه دوم خط دروازه ازبکستان را رخنه ساخته حساب را 2-2 گردانید. اما فوتبالباز کشور ازبکستان مهرای خدایبردیف مراتبه سوم خط دروازه تیم ملی فوتبال تاجیکستان را رخنه کرد. پس از این اشتباهات منتخب تاجیکستان در نزد دروازه خود بیشتر شد و داور باز پنالتی تعیین نمود. اختیار رپیف از هیئت دسته منتخب فوتبال ازبکستان پنالتی را به گل تبدیل داده حساب 4-2 شد. همگان در این حالت گمان داشتند که ازبکستان بدون مشکلی زینه سوم را به دست می‌آورد، اما چنین نشد، زیرا در ادامه واخوری فوتبالباز منتخب تاجیکستان سمندر ریزوموف باز 2 مراتبه دیگر توپ را وارد توری دروازه دسته منتخب ازبکستان نموده حساب را 4-4 گردانید. سمندر ریزوموف یکی از بهترین واخوری‌های خود را در دیدار مذکور به نمایش گذاشت. این فوتبالباز کشور خطریک را در مقابل تیم ملی ازبکستان به قید گرفت. حساب 4-4 نیز نتیجه نهایی نبود، زیرا در دقیقه 35 رقابت امید کوزیف تاجیکستان را در این واخوری بسیار هم جالب پیش صف گردانید و همین گونه امید مخلصان تاجیک را برای به دست آوردن نشان برنجی جام آسیا بیشتر کرد. اما 1 دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی واخوری فوتبالبازان کشور ازبکستان بالاخره مراتبه 5 توپ را به دروازه تیم ملی کشور ما نموده حساب را برابر کردند. اکبر عثمانوف ازبکستان را از ناکامی در دیدار مذکور نجات بخشید. پس از به قید گرفتن حساب 5-5 برای معین نمودن غالب سلسله ضربه های پنالتی معین کرده شد که در اجرای چنین ضربه های تقدیرساز منتخب ازبکستان نظر به شاگردان پیرو واحیدوف دقیق تر بودند و همین گونه برنده نشان برنجی چمپیونات آسیا در سال 2024 شدند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان باشد زینه 4 را اشغال کرد و به 4گانه بهترین های آسیا شامل شدن برای فوتبال کشور یک دستاورد تاریخی به حساب می رود. همکنون منتخب فوتبال تاجیکستان به چمپیونات جهان که سال جاری در ازبکستان برگزار می شود آمادگی می بیند. بازی خوب بود. ما میتونستیم در بازی غلبه کنیم. خیلی شهید است. در آخرین ثانیه ها با ما گل زدن. ضربه های پنالتی این لطره است. خیلی میگویند ما از بازی از این چمپیونات آسیا اومدیم مقام 4 را گرفتیم. خیلی خوشحال هستیم. خیلی شهید هستیم. 1-2 فوتبالباز ما جراحت داشت. خیلی میبینیم بچه‌ها بسیارشون خسته و مونده، برای همین خوبا نرسید کمتر. در 10 روز ما این 6م بازی است. خیلی شهید است. در 10 روز 6م بازی است که گذرانده است و ما خیلی کمتر قین بود. در آینده این اشتباهی کردیم در جام آسیا میخواهیم اصلاح کنیم. پس از بازی برای جای سوم واخوری فینالی میان منتخب‌های فوتبال تایلند و ایران آغاز شد. از دقیقه 3 رقابت شروع کرده فوتبالبازان کشور ایران پیش صف شدند. واخوری میان تیم‌های ملی فوتبال تایلند و ایران با نتیجه 4-1 به سود قهرمان‌های 12 کرته آسیا به انجام رسید که در این واخوری ایران و تایلند یگان امکانیت نداد و مدعی اساسی برای قهرمانی از ابتدا نیز محض ایران محسوب میشد. تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ موجودیت خود مراتبه 13 جام آسیا را به دست آورد که این نشان داد در تاریخ فوتبال آسیا بی‌نظیر عنوان می شود. همین گونه جام آسیا اید به فوتبال به انجام رسید و همکنون تمام اشتراکچیان چمپیونات جهان معین شدند.
боиси ифтихор аст ки 4 узви ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бо номи кафа маъруф асту роҳбарии онро муҳтарам Рустами Эмомалӣ баҳуда дорад ба ҷоми ҷаҳони футзал дар соли 2024 роҳ пайдо намуданд. моҳи сентябр ҳамакнун тимҳои миллии футболи Ӯзбекистон, Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар миёни дигар мунтахабҳои кишварҳои ҷаҳон мубориза хоҳанд бурд.